روز اول سفر با کروز قبل اینکه کشتی حرکت کنه جلیقه نجات میپوشی. اطلاع میدی که بلدی ازش استفاده کنی. اتاقمو تحویل گرفتم. هزینه اتاق‌ها بسته به امکاناتشون متفاوته. اتاق‌های چند تخته‌ای که پنجره ندارن ارزون ترینشه. شبی $59. بعدم رفتم که به تفریحات کشتی برسم. یکی از نکات بعدش این که خیلی شلوغه. ولی خوبی که داره برای بچه‌ها کلی بازی و سرگرمی هست و مادر پدرها میتونن استراحت کنن. غروب رو تماشا کردم. برای شام از بین چند تا رستوران یکیشو انتخاب کردم. هر شب غذاها متنوع و منو هر شب متفاوته. یه شب ایتالیایی، یه شب فرانسوی. بعد شامم رفتم برای دیدن اجراها و برنامه‌های شبونه.